ظاهر جذاب این کیک نشون دهنده باطن فوق‌العاده‌شه. انقدر نرم و خوش‌طعم و پنبه‌ایه که حد نداره. برای درست کردنش داخل یک کاسه بزرگ تخم مرغ و شکر و وانیل رو به مدت 5 دقیقه با همزن برقی بزنید تا خوب کرم رنگ و کشدار بشه. تو این مرحله شیر و کره آب شده رو اضافه کنید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. آرد و نمک و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط کنید و داخل مواد مایع‌تون علق کنید و همزمان با لیستک در یک جهت به شکل دورانی هم بزنید تا مایع کیکتون یه دست و صاف بشه. مایع کیکتون رو توی قالب کیک که چرب کردید و آردپاشی کردید و یا یه ظرف پیرکس که کاغذ روغنی انداختید بریزید و سطحش رو صاف کنید. برای سس دارچینی کره رو داخل یه قابلمه کوچیک آب کنید، شکر قهوه‌ای و دارچین هم بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کامل با هم مخلوط بشن. سس رو روی سطح مایع کیک بریزید و مثل فیلم با سیخ چوبی پخشش کنید و کیک رو در فر از غرب گرم شده با دمای 180 درجه حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت بپزید. برای سس پنیری هم پودر قند و شیر و پنیر خامه‌ای رو داخل یه ظرف بریزید، با همزن خوب هم بزنید تا به غلظت فیلم برسه و روی کیک پخته شده بریزید و بعد سرو کنید.